در همین زمینه بود که پدرم تصمیم گرفت استفاده از لباسهای قدیمی شرقی چون شلوارهای گشاد و عمامه و عبا و قبا را ممنوع کند و مردم را به استفاده از البسه ساده‌تر فراخواند که بعضی از ملاها با این تغییر لباس نیز به مخالفت برخاستند. خشم این گروه مرتجع با ممنوعیت استفاده از چادر سیاه برای زنان که آنان را در بندی غیر قابل تصور می‌نهاد به حد اعلا رسید. در زمان سلطنت من استفاده یا عدم استفاده از چادر آزاد بود. قدر مسلم این است که از سال 1306 به بعد گروهی از روحانیون به مخالفت با اصلاحات اجتماعی و نوخواهی رضاشاه برخاستند. این مخالفت در سالهای 1331، 1332، 1342 و 1357 بار دیگر همراه با شورش و خشونت به منصه ظهور پیوست. به پیروی از سرمشق و نمونه پدرم بود که من از نوجوانی به اهمیت و تأثیر اعتقادات مذهبی و راز و نیاز با خداوند، البته نه تنها به صورت جملات تکراری و اجباری، پی بردم. نویسندگان بسیاری درباره کودکی و جوانی من مقالات کم و بیش درست نوشتند. اندکی بعد از تاجگذاری پدرم من مبتلا به حصبه شدم و در اوج بیماری بود که شبی علی ابن ابی طالب را به خواب دیدم. با وجود خردسالی می دانستم که علی امام اول شیعیان را به خواب می بینم. در رویای من علی در دست راست خود شمشیر دودم معروفش ذوالفقار را داشت و در دست چپش جامی محتوی یک مایه که به من داد تا بنوشم و من چنین کردم. فردای آن شب تب من فرو نشست و حالم رو به بهبود رفت. اندکی بعد در تابستان هنگامی که به زیارت مرقد امامزاده داوود می رفتیم از اسب به زیر افتادم و بیهوش شدم. همراهان تصور کردند مرده‌ام، ولی حتی خراشی بر نداشتم. در حال سقوط از اسب بود که شمایل حضرت عباس ابن علی را مشاهده کردم که دستم را گرفته حفاظتم می کند. به این دو واقعه اتفاق دیگری را باید افزود. چندی بعد در کاخ تابستانی تصویر امام 12 امام غایب را دیدم. این قبیل رویاها و اندیشه های اسرارآمیز طبیعتاً برای کسانی که از اعتقادات مذهبی عمیقی برخوردار نباشند قابل تصور و فهم نیست. اقلاً در 4 مورد تفضلات خاص الهی شامل حال من شد و ایمان عمیق مذهبی مرا یاری داد. نجات خود را از یک سانحه هوایی و از سوء قصدی که در 15 بهمن 1327 نسبت به من شد فقط مرهون رحمت خداوندی می‌دانم و بس. در اوایل بعد از ظهر آن روز برای شرکت در مراسم جشن سالروز دانشگاه تهران به آنجا رفتم. هنگام ورود به دانشگاه لباس نظامی به تن داشتم و قرار بود دانشنامه و جوایز دانشجویان ممتاز را به آنان اهدا کنم. از میان انبوه عکاسان و خبرنگارانی که برای گرفتن عکس و تهیه خبر هجوم آورده بودند، از فاصله 3 متری شخصی که بعداً معلوم شد ناصر فخر آرایی نام دارد چند گلوله به سوی من شلیک کرد که 4 تای آن به من اصابت کرد و خراش‌هایی در منطقه گردن و صورت وارد آورد. من که یک آن ضارب را از نظر دور نداشته بودم به سرعت چند بار تغییر محل دادم به نحوی که گلوله 5 به شانه چپم اصابت کرد. بعد از شلیک گلوله 5 ضارب دیگر نتوانست از هفت‌تیر خود استفاده کند و به ضرب گلوله از پای درآمد. شاید هم گروهی مایل نبودند که وی سخن بگوید و اسراری را که می‌دانست فاش کند. تحقیقات بعدی نشان داد که فخر آرایی با اعضای گروه‌های محافظه‌کار افراطی به اصطلاح مذهبی دوستی داشته و رفیقه وی نیز دختر باغبان سفارت انگلیس بوده است. همچنین در بازرسی محل سکونتش اوراق زیادی متعلق به حزب توده کشف شد. شکست معجزه آسای این سوء قصد و نجات من مرا در ایمان به اینکه از تفضلات و عنایات خاص خداوندی برخوردار هستم استوارتر کرد. علاوه بر اعتقاد شخصی در مقام رئیس مملکت من همواره به ضرورت حفاظت و صیانت دیانت و حیثیت و اعتبار آن کوشا بودم. تمدنی که بر پایه خدا نشناسی و عدم رعایت اصول اخلاقی و معنوی استوار باشد فاقد اصالت و رسالت است. انقلاب سفید ما نیز کاملا بر اساس تعالیم عالیه اسلامی مبتنی بود که مورد احترام هر خانواده ایرانی است. رویاهای یک کودک. 6 ساله بودم که یک بانوی فرانسوی را که همسر ایرانی داشت به معلمی من برگزیدند. این خانوم آلمانها را دوست نمی داشت و در مورد آنان با درشتی سخن می گفت.
زبان فرانسه را از او فرا گرفتم تا آنجا که هنگامی که به سن 12 سالگی برای تحصیل به سوئیس رفتم اشکالی برایم پیش نیامد. تا سال 1936 میلادی در سوئیس به تحصیل ادامه دادم بدون آنکه یک لحظه از توجه به آداب و سنن ملی و مذهبی خودمان غافل باشم. به هنگام تحصیل شوق وافری به مطالعه تاریخ فرانسه داشتم. نسبت به سن لویی پادشاه فرانسه که زیر یک درخت بلوط به قضاوت می نشست احساس ستایش می کردم. زندگی این پادشاه مرا به یاد پادشاه بزرگ خودمان انوشیروان می انداخت که هر شاکی می توانست با تکان دادن یک زنجیر و به صدا درآوردن زنگی او را بطلبد و شکایت خود را با شاه در میان بگذارد. هانری چهارم، لویی چهاردهم و ناپل اون پادشاهان دیگر تاریخ فرانسه بودند که نظر مرا به خود جلب کردند. همچنین با دقت بسیار تاریخ زندگی سیاستمداران مدبری را که از میان روحانیون مسیحی برخاسته بودند، ریشلیو و مازآرن اودوبوا مطالعه کردم. در کارهای این سه تن نقطه ضعف‌هایی وجود داشت اما هر سه خدمتگزاران راستین میهن خود بودند. همچنین در میان بزرگان تاریخ نسبت به شارل کن، پادشاه جنگجو و سیاستمدار پتر کبیر، کاترین دوم، الیزابت اول و فردریک کبیر احساس ستایش بسیار می کردم. من می دانستم که باید روزی بر مملکتم سلطنت کنم و آشنایی با جریانهای تاریخی مرا در ادای وظیفه‌ام یاری می کرد. از همان زمان من نسبت به مسائل زندگی روستایی ایران توجهی خاص داشتم و به رفاه و بهروزی کشاورزان ایران می اندیشیدم و در فکر آن بودم که چگونه می توان عدالت را در روستاهای ایران پایدار کرد. بعداً خواهیم دید که در زمان سلطنتم چگونه به این مهم پرداختم. من در سال 1931 از بندر پهلوی کنار خزر عازم اروپا شدم. هنگامی که این شهر را ترک کردم بندری کوچک و فقیر بود و چون به سال 1936 به ایران بازگشتم آن را شهری زیبا و پر رونق و نوسازی شده یافتم. تهران نیز در این مدت دستخوش تغییرات بسیار شده بود. به دستور پدرم حصارهای کهنه و مخروبه شهر را برافکنده خیابانهای وسیع و زیبا احداث کرده بودند و تهران اندک اندک چهره یک شهر آباد اروپایی را به خود می گرفت. پس از مراجعت وارد دانشکده افسری شدم و به سال 1318 با درجه صدفان دومی از آنجا فارغ التحصیل و سپس در مقام ولایت عهد به سمت بازرس مخصوص قوای مسلح ایران منصوب گردیدم. از این پس هر روز چند ساعت در کنار پدرم بودم و همراه وی در بیشتر مسافرت‌های داخلیش شرکت می‌کردم. پدرم مایل بود که من از نزدیک با مسائل مملکتی آشنا شوم و راه و روش پادشاهی را بیاموزم. او که در سالهای وحشتناک 1915 تا 1921 مصائب و مشکلات ناشی از جنگ جهانی را از نزدیک دیده و شناخته بود، از مخاطرات یک جنگ جهانی دیگر برای استقلال و تمامیت ایران سخت بیم داشت. سال بعد در اول سپتامبر 1939 جنگ جهانی دوم آغاز شد. فصل دوم. فرزندم، هرگز از هیچ چیز هراس مکن. جنگ دوم جهانی و عواقب فوری آن. برخلاف آنچه بعضی از صاحب نظران نوشتند، پدرم نسبت به هیتلر حسن نظری نداشت و نظرات سیاسی و نظامی وی را خطرناک می‌دانست. به همین سبب علیرغم حضور تعداد قابل ملاحظه‌ای از متخصصین فنی آلمانی در ایران، بلافاصله پس از شروع جنگ دوم جهانی بی‌طرفی کامل ایران را اعلام کرد. امید بزرگ ایرانیان، بی‌طرفی. ایرانیان امیدواری خود را نسبت به صیانت بی‌طرفی کشور تا پایان مرحله اول جنگ جهانی و آغاز حمله قدرت‌های محور به شرق همچنان حفظ کردند. بعد از 22 ژوئن 1941 و حمله قوای آلمان به روسیه، ما بار دیگر بی‌طرفی ایران را تأیید و تأکید کردیم. پیشرفت سریع قوای هیتلر در خاور و باختر جنگ را به مراحل حساسی می‌کشاند. روز به روز روشن‌تر می‌شد که اتحاد شوروی بدون کمک مؤثر و فوری سایر متفقین تاب پایداری در مقابل آلمان‌ها را نخواهد داشت.
رساندن کمک به شوروی از طریق شمال و بندر مورمانسک بسیار دشوار بود و استفاده از مدیترانه و دریای سیاه تقریباً غیر ممکن. ترکیه تنگه‌های بوسفور و داردانل را مسدود ساخته بود و اسکندریه در معرض تهدید قوای مارشال رومل قرار داشت. آلمان‌ها بر یونان و بلغارستان مسلط بودند و در تابستان 1942 نیروهای زرهی آلمان حتی به چاه‌های نفت مایکپ در قفقازیه رسیدند. برای متفقین یک راه مطمئن کمک به روسیه بیشتر باقی نمانده بود و آن خلیج پارس بود. در نتیجه ایران به صورت یک فضای صقل‌جیشی و نظامی فوق‌العاده حساس و مهم درآمد. ملک فاروق که من خواهرش را به همسری اختیار کرده بودم، از طریق سفیر مصر در ایران به من اطلاع داد که نقل و انتقالاتی در قوای بریتانیا در دست انجام است و چه بسا که هدف آنان حمله به ایران باشد. من فوراً پدرم را در جریان گذاشتم و او به وزیر مختار ما در لندن آقای مقدم دستور داد که در مورد هدفهای انگلستان دقیقاً تحقیق و نتیجه را گزارش کند. در همین احوال بود که هواپیماهای ایتالیایی چند بمبی در مناطق خلیج پارس فرو ریختند و گفته شد که کشتی‌های تجارتی آلمانی در این خلیج مسلح هستند. شاید حصول توافق با متفقین بر اساس اجازه عبور اسلحه و مهمات از ایران میسر بود، ولی مراجعه و سؤال وزیر مختار ما در لندن بدون پاسخ ماند. سفرای روس و انگلیس در تهران ما را شدیداً تحت فشار قرار داده بودند که اتباع و متخصصان آلمانی و ایتالیایی را از ایران اخراج کنیم و ما نخستین تدابیر لازم در این زمینه را اتخاذ کرده بودیم که ناگهان در سپیده‌دم 3 شهریور 1320 قوای روس و انگلیس به ایران حمله کردند. حمله قوای روس و انگلیس به ایران، آغاز سلطنت من. روس‌ها با نیروهای زرهی فراوان از مرزهای شمالی ایران در آذربایجان و خراسان گذشتند و به خاک ایران تاختند. 5 لشکر انگلیسی از جنوب و غرب به ایران حمله ور شدند. نیروی هوایی بریتانیا اهواز، بندر شاهپور و خرمشهر را بمباران کردند و هواپیماهای شوروی تبریز، قزوین، بندر پهلوی، رشت و رضائیه را. اما هر دو کشور مراقب بودند که به تأسیسات نفتی خسارتی وارد نیاید. محمد ساعد سفیر ما در مسکو با مولتوف وزیر خارجه شوروی ملاقات کرد و ضمن اعتراض علت شرکت روسیه را در حمله انگلیس‌ها به ایران جویا شد، ولی جوابی دریافت نکرد. ما سریعاً متوجه شدیم که گشایش راه ایران برای رساندن کمک به روسیه در مذاکرات چرچیل و روزولت به هنگام امضای منشور آتلانتیک مورد توافق قرار گرفته بود. رضا شاه در شهریور 1320 دستور ختم مخاصمات را صادر کرد. متفقین به دولت ایران اطلاع دادند که قوای مسلح آنها در 26 شهریور 1320 تهران را اشغال خواهند کرد. به محض دریافت این خبر پدرم به من گفت: آیا تو فکر میکنی که من حاضرم از یک سرگرد انگلیسی دستور بگیرم؟ در روز 25 شهریور 1320 پدرم استعفا داد. متن استعفانامه وی به وسیله محمد علی فروغی نخست وزیر در مجلس شورای ملی قرائت شد. مجلس شورای ملی استعفای پدرم را پذیرفت و به اتفاق آرا تأیید کرد. مشکل بزرگ ما در این هنگام عبور از شهر برای رسیدن به مجلس و ادای سوگند از طرف من بود، زیرا روس‌ها و انگلیس‌ها تهران را اشغال کرده بر همه نقاط آن مسلط بودند. من در میان احساسات شورانگیز هزاران تن از مردم تهران به مجلس رفتم و سوگند یاد کردم. به هنگام بازگشت هیجان مردم چنان بود که حتی خواستند اتومبیل مرا روی دست بلند کنند و بر شانه‌های خود حمل نمایند. در آن لحظات پرمخاطره تجلی احساسات شورانگیز میهنی ایرانیان برای من تأیید و دلگرمی بی‌نظیری بود که هرگز فراموش نخواهم کرد. عجب آنکه سفرای روس و انگلیس در مراسم تحلیف حضور نداشتند. ظاهراً بعضی از انگلیسی‌ها طرفدار سلطنت یکی از شاهزادگان قاجار بودند که افسر بحریه بریتانیا بود. به هر حال 3 روز بعد از انجام مراسم تحلیف سفرای دولتین شناسایی رسمی سلطنت مرا اعلام کردند. شک نیست که پشتیبانی ملتم از من عامل اصلی این رویه بود. دولتین روس و انگلیس امیدوار بودند که من یک پادشاه مطیع و فرمانبردار باشم.
در سیاست اصلی آنها تغییری حاصل نشده بود و ایران را به 2 منطقه اشغالی تحت نفوذ خود تقسیم کردند. در این هنگام من از پدرم که تا آخرین حد توانایی برای حفظ و صیانت استقلال و تمامیت ایران تلاش کرده بود، پیامی پرهیجان دریافت کردم که بر روی صفحه ضبط شده بود: فرزندم، هرگز از هیچ چیز هراس مکن. من دیگر پدرم را ندیدم. مرگ وی در جوهانسبورگ به سال 1323 1944 غمی عمیق در من پدید آورد و احساس کردم که به احترام خاطره او و به پیروی از راهی که رفته بود باید کوشش برای حفظ استقلال و تمامیت و موجودیت ایران را ادامه دهم. می دانستم که مانند سالهای 1298 و 1299 ایران در دوراهی مرگ و زندگی قرار دارد، ولی ما در سال 1320 بودیم و من 22 سال بیش نداشتم. شناسایی رسمی و صریح حاکمیت و استقلال ایران. پیش از هر چیز می بایست که به حل و فصل مسائل و دشواری‌های ناشی از حضور قوای روس و انگلیس در ایران بپردازم. در زمستان 1320 موفق شدیم قرارداد 3 جانبه ایران، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا را منعقد نماییم. متفقین در ماده 5 این قرارداد تعهد کردند که 6 ماه پس از پایان مخاصمات قوای خود را از ایران خارج کنند. ماده 6 قرارداد در اصول تمامیت ارضی و حاکمیت ایران را بر سرزمین خود مورد تایید قرار می‌داد. اما علیرغم این تعهد از 1320 تا 1325 من مجبور شدم بیوقفه برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از مداخلات 2 دولت در امور کشورم مبارزه کنم. در زمینه اقتصادی پیدایش بازار سیاه و سوء استفاده متفقین از تنگناهای اقتصادی کشورم دشواری‌های بزرگی ایجاد کرد. من به سختی موفق شدم از پیاده کردن و انتقال کارخانه‌های اسلحه سازی ایران به روسیه جلوگیری کنم، ولی در مقابل ناچار شدیم همه کارخانه‌های کشور را به اختیار متفقین بگذاریم که این خود تقبل سهمی قابل ملاحظه در تلاش‌های نظامی آنان بود. به هنگام نخست وزیری احمد قوام یکی از سفیران کشورهای اشغالگر ایران نزد من آمد و اظهار داشت که نظر به اعتماد متفقین به حسن رفتار آن نخست وزیر، دولتین تقاضا و انتظار دارند که اسکناس‌های مخصوص قوای اشغالی طبع و منتشر گردد. با توجه به اینکه مجلس شورای ملی صریحاً با این امر مخالفت کرده بود، من به سردی پاسخ دادم که خارجیان حق دستور دادن و مداخله در امور ایران را ندارند. در زمینه سیاسی مشکل بزرگی که پدیدار شد دعوی تجزیه طلبی در بعضی از مناطق مملکت بود که از خارج تشویق و پشتیبانی میشد. روس‌ها به پیروی از روش دیرین خود یک حزب وابسته به سیاست شوروی یعنی حزب توده را در ایران ایجاد کردند که از آن زمان تا کنون یا به طور علنی و یا در خفا همواره بر ضد حاکمیت ملی و وحدت مملکت قیام و اقدام کرده و می‌کند. هزینه روزنامه ناشر افکار این حزب در ابتدا به وسیله شخصی به نام مصطفی فاتح تامین می‌شد که از مدیران عمده شرکت نفت ایران و انگلیس بود. فاتح همچنین مشاور سیاسی ژنرال فریزر نماینده نظامی بریتانیا در ایران بود که چند ماه بعد کوشش کرد که فرماندهی کل قوای مسلح ایران از من سلب شود، کوششی که چند سال بعد از آن از سوی مصدق تجدید شد. شوروی فعالانه از قیام جدایی خواهانه قاضی محمد در کردستان و پیشوری در آذربایجان پشتیبانی کردند و برخلاف تعهد مندرج در قرارداد 3 جانبه و اعلامیه کنفرانس تهران پس از موعد مقرر قوای خود را از خاک ایران خارج نساختند. وضع آذربایجان به سرعت سخت بحرانی شد. شورشیان پادگان تبریز را محاصره کردند و فرمانده پادگان تحت فشار شوروی‌ها تن به تسلیم داد. فرمانده مذکور بعداً به همین علت در دادگاه محکوم به اعدام شد، اما من وی را مورد عفو قرار دادم. بودن یا نبودن. شورشیان پس از تسلیم پادگان تبریز خودمختاری آذربایجان و کردستان را اعلام کردند، اما در برابر اوضاع بحرانی منطقه
و مقاومت دلیرانه و یکپارچه مردم آذربایجان و کردستان، هری ترومن رئیس جمهوری ایالات متحده در 8 مارس 1946 اتمام حجت قاطعی به مولتوف وزیر امور خارجه شوروی فرستاد که در پی آن قوای روس ایران را ترک کردند و سرانجام سرزمین ما از قوای اشغالگر بیگانه پاک شد. اما نبرد و تلاش برای بقای ایران پایان نیافت و لازم آمد که ما همچنان به مبارزه برای حفظ استقلال کشور ادامه دهیم. به دنبال کوشش‌های تجزیه طلبانه در شمال غربی کشور، زمزمه‌هایی نیز در بعضی از ایالات جنوبی برخاست. سپس منطقه خوزستان و شهر آبادان که توده‌ای‌ها در آن نفوذ بسیار داشتند، دچار اغتشاش و ناامنی شد. ایلات و عشایر منطقه پارس و اطراف اصفهان سر به شورش برداشتند. پیدا بود که انگلیسی‌ها کوشش می‌کنند که در صورت ادامه نهضت تجزیه طلبی در شمال غربی یک منطقه نفوذ در جنوب برای خود به وجود آورند. پیروزی بر این گروه‌های تجزیه طلب و شورشی آسان نبود، اما فیصله دادن کار در آذربایجان و کردستان بس دشوارتر بود، چرا که شوروی‌ها قوای قابل ملاحظه‌ای را در این دو منطقه مسلح و آماده کرده بودند. در این هنگام نخست وزیر ایران ابراهیم حکیمی بود، مردی هوادار انگلیسی‌ها اما وطن پرست که چون روس‌ها با وی سخت مخالف بودند استعفا داد و احمد قوام به جانشینی او انتخاب شد. بلافاصله بعد از تشکیل دولت قوام راهی مسکو شد و در آنجا موافقتنامه‌ای پیرامون بهره برداری از منابع نفت ایالات شمالی ایران با روس‌ها امضا کرد که طبق آن 51% سهام و منافع از آن شوروی‌ها و 49% متعلق به ایران می‌شد. خوشبختانه در موافقتنامه تصریح شده بود که تنفیذ و اجرای آن موقوف به تصویب قوه مقننه است. قوام پس از مراجعت به ایران و به اتکای موافقتنامه با گزاری بهره برداری نفت شمال به روس‌ها با تجزیه طلبان آذربایجان وارد مذاکره شد و برای ارضای خاطر آنان از من خواست که به افسران شورشی 2 درجه ترفیع بدهم، یعنی مثلا صدفان یکم را به سرگردی ارتقا دهم. من به او پاسخ دادم که اگر دستم را قطع کنند چنین فرمانی را امضا نخواهم کرد. غالب فرماندهان نظامی ما جز سپهبد حاجی علی رزمارا رئیس ستاد ارتش با آغاز اقدامات نظامی برای بازپس گرفتن آذربایجان و کردستان موافق نبودند و از مداخله قوای شوروی در ایران بیم داشتند. با این وصف من تصمیم به مقابله با حوادث و اقدام قاطع برای نجات آذربایجان گرفتم. گرچه بسیاری از سیاستمداران و فرماندهان نظامی با این اقدام موافق نبودند، اما ما اطلاع داشتیم که تدارکات نظامی شورشیان هنوز به حد کمال نرسیده و از جمله افرادی که برای کسب تعلیمات در زمینه قوای زرهی و نیروی هوایی به روسیه اعزام داشتند 1 سال بعد باز خواهند گشت. من شخصا ترجیح می‌دادم که شرافتمندانه در نبرد به خاطر استقلال و تمامیت و آزادی کشورم جان بسپارم تا اینکه پادشاه کشوری سرافکنده باشم. در این هنگام مقاصد خود را با آمریکاییان در میان گذاشتم. جورج آلن سفیر آمریکا که از دوستان صمیمی ایران بود، پشتیبانی کامل دولت ایالات متحده را از اقدام ایران به من اطلاع داد، ولی افزود که به خاطر ایران آمریکا با شوروی وارد جنگ نخواهد شد. من هم چنین انتظاری نداشتم. ملتم یک پارچه از قیام و اقدام برای نجات آذربایجان پشتیبانی می‌کرد و هزاران جوان با شور و هیجان می‌خواستند داوطلبانه به صفوف ارتش بپیوندند. همین پشتیبانی و شور و شوق بزرگترین دلگرمی و مشوق من بود. قوام السلطنه نیز سرانجام از مصالحه و مذاکره با شورشیان چشم پوشید و اقدامات ما برای بازپس ستاندن و نجات آذربایجان آغاز شد. من و سپهبد رزم‌آرا شخصاً بر اقدامات و نقل و انتقالات نظامی مراقبت می‌کردیم. ما مکرراً گاه با یک طیاره 1 موتوره کوچک و گاه با یک هواپیمای 2 موتوره بیشکرافت که هر دو فاقد بیستیم و رادیو بودند بر فراز صحنه‌های نبرد آینده پرواز می‌کردیم که دقیقاً طرح‌های نظامی را با اوضاع محل تطبیق دهیم. سرانجام بر اثر قیام شجاعانه مردم آذربایجان و پیشرفت قوای نظامی، نیروهای پیشوری که جیره‌خوار روس‌ها بود متلاشی شد و خود وی به اتفاق همدستانش به خاک شوروی گریختند.
سفیر شوروی در این هنگام به دیدار من آمد و از جریان اوضاع که می گفت صلح جهانی را به خطر انداخته است ابراز نگرانی کرد. من سیاست ایران را به روشنی برای وی تشریح کردم و گفتم که ما هیچ کس را تهدید نمی کنیم و فقط به خاطر تأمین استقلال و وحدت کشور خیش می کوشیم و به هر تقدیر شورشیان نیز تسلیم شدند. بدین سان توطئه‌ای که برای اضمحلال ایران فراهم شده بود با شکست مواجه شد. فراموش نکنیم که روس و انگلیس برای بار اول با قرارداد 1907 می‌خواستند ایران را تجزیه و به مناطق نفوذ تقسیم کنند و پدرم پس از جنگ جهانی اول توانست تمامیت و وحدت ایران را به قیمت کوشش‌ها و تلاش‌های جانفرسا تأمین کند. همین اندیشه تجزیه ایران به مناطق نفوذ پس از جنگ دوم نیز از سر گرفته شد. در سال 1945 وزیر خارجه بریتانیا بوین و وزیر امور خارجه ایالات متحده بایرنز در کنفرانس مسکو به روس‌ها پیشنهاد کردند که آذربایجان، کردستان و خوزستان به ایالات خودمختار تبدیل شوند. استالین ابتدا پیشنهاد را پذیرفت، ولی ظاهراً مولتوف عقیده داشت که با اندکی انتظار خواهند توانست سرتاسر ایران را تحت نفوذ خود درآورند. به همین سبب سرانجام استالین با پیشنهاد و نظر آمریکا و انگلیس موافقت نکرد. طبیعتاً روس‌ها نه از عکس‌العمل و مقاومت من اطلاع داشتند، نه از شجاعت سربازان ایرانی و نه از وفاداری و یکپارچگی و دلبستگی ملتم در دفاع از میهن و تاج و تخت. با تمام این احوال کوشش‌ها و تحریکات داخلی برای تضعیف و تخریب مملکت ادامه یافت. رسالت و وظیفه من حفظ و صیانت استقلال و وحدت ملی بود و عوامل فساد و ستون پنجم داخلی با الهام از بعضی از سیاست‌های خارجی به مخالفت با این کوشش‌ها و تحریکات داخلی برای تضعیف و تخریب مملکت ادامه یافت. رسالت و وظیفه من حفظ و صیانت استقلال و وحدت ملی بود و عوامل فساد و ستون پنجم داخلی با الهام از بعضی از سیاست‌های خارجی به مخالفت با این کوشش‌ها برخاستند. سلاح آنان نیز مانند کسانی که امروز بر ایران تسلط یافتند جز دروغگویی و عوام‌فریبی نبود. فصل سوم، برنامه 7 ساله، مصدق و دوران عوام‌فریبی‌ها. در سال 1326 من عازم آذربایجان شدم. چه در سرتاسر استان و چه به هنگام مراجعت به تهران استقبال مردم با شور و شوق و هیجانی وصف ناپذیر همراه بود که هرگز از یاد نخواهم برد و اکنون که بدان میاندیشم خود دچار تأثیر و هیجان شدید میشوم. دیگر زمان نوسازی و تجدید بنای کشور فرا رسیده بود. طرفداران قوام در انتخابات مجلس پیروز شده بودند. او نیز چون من توجه داشت که باید برنامه‌های وسیع و جدی برای توسعه و سازندگی ملی تدوین و اجرا کند. پایان ماجرای موافقتنامه با روس‌ها. لابد خوانندگان به یاد دارند که موافقتنامه میان احمد قوام با روس‌ها در مورد نحوه بهره برداری مشترک از منابع نفت شمال ایران بر اساس 4951 منعقد شده بود. روس‌ها در تصویب نهایی این موافقتنامه و تشکیل شرکت نفت ایران و شوروی اصرار فراوان داشتند و در حقیقت می‌خواستند در شمال کشور منطقه نفوذی برای خود مشابه آنچه انگلیسی‌ها در جنوب به هم زده بودند فراهم آورند. سرانجام مطلب در مجلس شورای ملی ایران مطرح شد و قانونی با 109 رأی موافق و 27 رأی مخالف در مورد سیاست نفتی کشور به تصویب رسید. رهبر مخالفان دکتر محمد مصدق بود که بعداً از او سخن خواهم گفت. در این قانون تصریح شده بود که اولاً هر نوع مذاکره با دولت شوروی در مورد واگذاری امتیازات احتمالی نفت به آن کشور کأن لکم و ملغاء الاثر اعلام می شود. ثانیاً در آینده به هیچ عنوان و شکلی دولت ایران مجاز به واگذاری امتیازات نفتی به خارجیان نخواهد بود. ثالثاً به دولت اجازه داده شد در صورت اکتشاف منابع جدید نفتی در 3 سال آینده جهت فروش نفت حاصل با دولت شوروی وارد مذاکره شود. علی‌رغم قسمت سوم تصمیمات فوق،
روابط ایران با همسایه نیرومند شمالی به تیرگی گرایید و به شدت بحرانی شد. تیرگی روابط با شوروی ما را وادار کرد که برای تضمین امنیت خود و تدارک اسلحه و تجهیزات لازم با دولت ایالات متحده به توافق برسیم. زمانی که روحانیون برای سلامت و توفیق من دعا می کردند. ایران اندک اندک به خود می آمد و نیرو و توانی می یافت. با وجود تحریکات حزب توده در مناطق نفتی، تولید نفت کشور منظماً افزایش می یافت. 19 میلیون تن در سال 1946، 21 میلیون تن در سال 1947 و 25 میلیون تن در سال 1948 که 24 میلیون تن آن تصفیه و صادر شده بود. کشور از خطری حتمی نجات یافته بود و اندک اندک به آرامش و اعتماد باز می‌گشت که ناگهان سوء قصد ناصر فخرآرایی به جان من وقوع یافت که تا امروز به طور قطع ریشه آن را نیافتم. بلافاصله بعد از این سوء قصد بار دیگر اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان نسبت به من احساسات گرمی ابراز داشتند، چرا که دریافته بودند که نابودی من کشور را در چه هرج و مرج و نابسامانی و خونریزی که متاسفانه امروز دستخوش آن است فرو میبرد. در اینجا باید بگویم که جامعه روحانیت ایران نیز در این ابراز احساسات عمومی شریک و سهیم بود و برجسته ترین روحانیون و مراجع مذهبی کشور صریحاً اعلام داشتند که نجات مرا معجزه‌ای برای ایران می‌دانند. راستی که احساسات ملت ایران در این هنگام عمیق و صمیمانه بود. هم میهنانم به خوبی دریافته بودند که آنها و من با یکدیگر از چه مخاطراتی گذشته و چگونه به خاطر نجات وطن توفیق یافته ایم. آنها به خوبی درک می‌کردند که در پرتو اتحاد و یکدلی و همبستگی ملت و شاه ایران به چه کامیابی‌های بزرگ دیگری دست خواهند یافت. من نیز به خوبی احساس می‌کردم که اگر چنین آماج تیر دشمنان ایران قرار گرفتم، قطعاً راه درست را انتخاب کردم و چون تفضلات خداوند مرا نجات داده است، بیچون و چرا باید به پایمردی ادامه دهم و از تلاش باز نایستم. اصلاح قانون اساسی، خطوط اصلی نخستین برنامه کشور. در سال 1328 به هنگام افتتاح مجلسین ضرورت اصلاح قانون اساسی را متذکر شدم. قانون اساسی 1906 ما از قوانین اساسی بلژیک الهام گرفته بود، اما در آن قانون حق انحلال مجلسین برای پادشاه پیشبینی نشده بود. در اصلاحیه 1328 این اختیار که برای تأمین تعادل قوای سیاسی در کشور ضروری است به پادشاه تفویض شد. قبل از این اصلاح نمایندگان مجلس شورای ملی حتی به هنگام انجام انتخابات به تشکیل جلسات ادامه می‌دادند و بدین وسیله در جریان اخذ رأی مداخلات نامشروع داشتند. در زمان جنگ سفارتین روس و انگلیس هر یک صورتی از داوطلبان مورد نظر خود را داشتند و به اتکای قوای اشغالی در دولت می‌کوشیدند آنها را به نخست وزیر تحمیل کنند. برای مقابله با این وضع غیرقابل قبول من از محمد مصدق که دعوی رهبری ملی داشت و بعداً رئیس جبهه ملی شد خواستم که دولتی تشکیل دهد و پس از اصلاح قانون و انجام آن ضمن جلوگیری از مداخلات نامشروع دولتین و متنفذان داخلی بپردازد. مصدق پاسخ داد که به 3 شرط حاضر است مأموریت تشکیل کابینه را بپذیرد. نخست آنکه انگلیسی‌ها با این امر موافق باشند. دوم آنکه هر بامداد با من ملاقات کند و تعلیمات لازم را دریافت دارد. سوم آنکه محافظان مخصوصی را در اختیار او بگذارم. من به مصدق پاسخ دادم که در انتخاب نخست وزیر هرگز با انگلیسی‌ها مشورت نکرده و نخواهم کرد و اگر در تقاضای خود اصرار دارد ناچار خواهم شد که نظر روس‌ها را نیز استفسار کنم. مصدق گفت در ایران بدون موافقت انگلیسی‌ها هیچ کار نمی‌توان کرد، اما روس‌ها به حساب نمی‌آیند. در پی این مذاکرات شگفت انگیز من حسین علا وزیر دربار را به نزد انگلیسی‌ها و سپهبد یزدان پناه افسر سابق بریگاد قزاق را برای کسب نظر به نزد روس‌ها فرستادم.
روس‌ها بلافاصله موافقت خود را با اصلاحاتی که پیشنهاد می‌کردم اعلام داشتند، ولی انگلیسی‌ها مخالفت کردند. در نتیجه مصدق از قبول سمت ریاست دولت پوزش خواست و جریان مسخره انتخابات همچنان ادامه یافت. نیک به یاد دارم که در این زمان مطبوعات انگلیس جریان انتخابات در ایران را مطابق اصول دموکراسی می‌دانستند. پس از انجام تغییرات لازم در قانون اساسی، تهیه نخستین برنامه 7 ساله توسعه اقتصادی ایران آغاز شد. هدف‌های اصلی برنامه بهبود وضع خطوط ارتباطی، کمک به بسط و توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات نفت بود. 656 میلیون دلار اعتبارات برنامه اول بدین ترتیب تقسیم می‌شد. رفاه اجتماعی 28.6%، کشاورزی 25%، حمل و نقل و ارتباطات 23.7%، صنایع و معادن 14.3%، توسعه تأسیسات نفتی 4.7% و مخابرات 3.6%. در فصل رفاه اجتماعی توجه خاص به آموزش و بهداشت معطوف شده بود. مقرر بود که در هر استان یک بیمارستان 500 الی 700 تختخوابی بنا شود و ترتیبات پیشگیری از بیماری‌ها گسترش و بهبود یابد. در همین برنامه ساختمان 5000 مدرسه ابتدایی، 150 دبیرستان، 26 مدرسه حرفه‌ای پیش بینی شده بود و امیدوار بودیم که به این ترتیب 1 میلیون کودک و 175,000 سالمند از نعمت سواد برخوردار شوند. بالاخره احداث 3 دانشگاه در استانهای مختلف کشور در برنامه منظور گردیده بود. در زمینه کشاورزی، آغاز مکانیزه کردن کار کشاورزی، احداث سدها و مراکز تولید برق در برنامه منظور گردید. در زمینه صنعت قرار بود که اولویت خاص برای صنعت ذوب آهن، نساجی، آجرسازی، محصولات شیمیایی و همچنین اکتشاف و بهره برداری از معادن قائل شویم. در قسمت ارتباطات علاوه بر مرمت 6700 کیلومتر راه‌های موجود، احداث 3000 کیلومتر راه‌های جدید، اتمام ساختمان راه آهن تهران به تبریز، تهران به مشهد و تهران به یزد پیش بینی شده بود. همچنین قرار بود که بندرهای کشور در خلیج فارس و دریای خزر مرمت و تجهیز شود. برای بهبود وضع فرودگاه‌ها و نیز شبکه مخابراتی ملی اقدامات اولیه صورت گیرد. تقویت ارتش و تجدید سازمان ژاندارمری به منظور خلع سلاح عشائر نیز مورد نظر بود. در زمینه مسائل اجتماعی، تجدید نظر در قوانین جزایی و مدنی، افتتاح دادگاه‌های جدید به منظور تسریع در فعالیت دستگاه قضایی، اصلاحات اداری، عمران مناطق عشایری میبایست مورد توجه خاص قرار گیرد. البته در سالهای بعد کشور ما توانست همه این هدفهای برنامه اول را پشت سر بگذارد، ولی متاسفانه اجرای برنامه 7 ساله اول از سال 1325 تا 1332 یعنی به هنگام حکومت مصدق و بحران نفت در بوته تعطیل ماند.